سرخط مهمترین خبرها: زمین لرزه در ولایت مختار کوهستانی بدخشان. شرح مقامات درباره قطع شدن برق و گرمی در روزهای سرد و روسیه احتمال دسترسی به ویکی‌پدیا را محدود می‌کند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 5 مارس است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از زمین لرزه در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر داد. به خبرنامه این نهاد زمین لرزه نیمه روز 3 مارس ثبت شد. مرکز این زمین لرزه 20 کیلومتر جنوب ناحیه مرغاب ولایت بدخشان بوده است. قوه این زمین لرزه در مرکز آن 3 بال و در قلمرو ناحیه مرغاب 2 بال را تشکیل داد. مقامات گفتند این حادثه یگان خسارات مالی و جانی در پی نداشت. روز 4 مارس زمین لرزه با قوت 4.5 بر قزاقستان و قسمتی از قرقیزستان را هم تکان داد. بعد زیادتر از یک هفته سردی و شکایت از قطع شدن برق و گرمی در پایتخت، مسئولین اداره برق و گرمیدهی بار اول مسئله را شرح دادند. پرویز قطب‌الدین زاده، مسئول شبکه‌های تقسیمات برق پایتخت، در تلویزیون دولتی دوشنبه جاری شدن همگونه لیمیت یا محدودیت برق در پایتخت را رد کرد. اظهارات او در حالی است که هفته گذشته نوبدار شبکه‌های تقسیمات برق چند مرتبه با ما گفت که دستور گرفتند با نوبت انتقال برق را در منطقه‌های پایتخت قطع کنند. مسئول اداره برق دوشنبه همچنین گفت قطع سرتاسری برق در روز 1 مارس که تقریباً 2 ساعت ادامه کرد با صدمه در خطهای بلند شدت سیستم جمهوری ربط داشت، اما پرویز قطب‌الدین زاده مشخص نگفت که صدمه در کدام خط بلند شدت رخ داده بود. یک شکایت اساسی ساکنان پایتخت در روزهای سرد قطع شدن انتقال آب گرم به منزلشان بود. ساکنان پرسیدند که اگر نظام گرمیدهی پایتخت در چنین روزهای سردترین سال نتواند منزل مردم را گرم کند، پس برای چی در کار است؟ حمزه حاکمزاده، مسئول شبکه‌های گرمیدهی شهر دوشنبه، در همین برنامه تلویزیونی در تلویزیون دوشنبه گفت سبب قطع انتقال گرمی نبودن برق است. به گفته حاکمزاده آب گرم به واسطه نسازها به بلند آشیانه‌ها رسانده می شود. البته این حرف مسئول شبکه‌های تقسیمات برق هم بحث برانگیز است، چون مرکز برق و گرمیدهی پایتخت خود برق تولید می کند. حمزه حاکمزاده وعده داد که خانه‌های ساکنان پایتخت به زودی با آب گرم تامین کرده می شوند، اما نگفت که مشخصاً کی. با فرار رسیدن سردی‌ها در آخر ماه فوریه، شکایت ساکنان پایتخت از قطع برق، آب و گرمی یک بار زیاد شد. ساکنان تقریباً از همه منطقه‌های شهر دوشنبه شکایت داشتند که ساعت‌ها برق و گرمی ندارند و این وضع زندگی در بلند آشیانه‌ها را سخت کرده است. بعضی ساکنان برای گرم کردن خانه از اصول‌های خطرناک استفاده بردند که در یک حالت با مرگ 6 عضو یک عائله تمام شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سوختار یک منزل در دوشنبه را که باعث مرگ 3 کودک گردید رسما شرح داد. حادثه 2 مارس در کوچه خیرالله میرزوی ناحیه شاه منصور رخ داد. وزارت کارهای داخلی در خبرنامه گفت سبب سر زدن حادثه بی نظارت گذاشتن تجهیزات برقی گرمیدهنده یا رادیاتور می باشد. منبع گفته است در این حادثه 3 خواهر و برادر عبدالرسول 4 ساله، زهره 3 ساله و زینب 1 ساله فوت دیدند. این یگان حادثه پرقربانی در این روزهای سرد در دوشنبه نیست. شب 27 و 28 فوریه 6 عضو یک خانواده در محله گروزآباد پایتخت از دود انگشت زهرآلود شده جان باختند. 90% زنان و دختران در قرقیزستان در نقلیات جمعیتی دچار تبعیض یا دست‌درازی شدند. این نتیجه تحقیق دفتر حقوق بشر، یک سازمان غیر دولتی است که یکجا با اداره امبودسمن قرقیزستان انجام داده است. سال 2023 از 250 زنان و دختران پرسیده شده، اکثریت گفتند در نقلیات مورد دست‌درازی قرار گرفتند. ادامه موضوع در گزارش زرانگیز نوروز شاه. بین شیم او و دامن من فاصله نماند. این خیلی نفرت‌آور و وحشتناک بود. از آن حادثه در یک مسافربری در بیشکک 5 سال گذشت، ولی هر بار با به یاد آوردن آن لحظه ویکتوریا را احساسی بد فرا می‌گیرد. از پشت من یک مرد ناخوشایند می‌ایستاد. او به من خیلی نزدیک می‌شد. به نقل دختر او آن لحظه ترسید و چیکار کردنش را نمی‌دانست. کسی را هم به کمک فریاد کردن نتوانست. ولی این حالت را جوانی مشاهده کرده جایش را به دختر داد و خودش در بین او و مرد ایستاد. ما نمی‌توانیم در اولین ایستگاه بیرون برآمده گریزیم. مجبوریم این حالت را طاقت کنیم. ما هیچ وقت به این کردار آنها پاسخ دادن نمی‌توانیم.
حالا ویکتوریا در یک سازمان حقوقی کار میکند. در اینجا او از موردهای زیادی تبعیض علیه دختران مخصوصا بانوان معیوب در نقلیات جمعیتی آگاه شد. خبرنگار الکساندرا تیتووا مؤلف کتاب ایالدما یا ایستگاه است. در آن قصه های آدمان جمع آوری شده است که به دست درازی یا تبعیض در نقلیات جمعیتی دچار شدند. ضمن نظرپرسی در شبکه‌های اجتماعی اکثریت به او نوشتند که هنوز از زمانی خردسالی یا نورسی به این چیز روبرو می‌شدند. به نظر من این همه با اجازه خود جامعه رخ می‌دهد. این به احترامی به حقوق آدمان دیگر مخصوصا دختران است. الکساندرا حالتهای دستدرازی در نقلیات را جمع‌آوری و در صفحه ایالدما کگه نشر و رسانه‌ای می‌کند. او باور دارد که با این راه می‌تواند برخورد جامعه را با این مشکل تغییر دهد. واقعا در نقلیات جای خیلی تنگ است. ما همه مسافریم، همه در یک حالت هستیم. وقتی حادثه سر میزند تو میتوانی واکنش کنی و شاید کسی به تو کمک کند، ولی متاسفانه من وعده نمیدهم که این بی خطر است، چون حالت‌های هم هستند که وقتی دختران خواستند از خود حمایت کنند لطوکوب شدند. سازمان‌های جمعیتی در قرقیزستان بارها تلاش نمودند توجه مقامات و شرکت‌های نقلیاتی را به این مسئله جلب کنند. آنها حتی برای رانندگان مسافربرها کورس‌های آموزشی گذرانیدند. در مارشروتکه‌های بیشکک همچنین ورقه و آویزه‌های پیدا شدند که در آن به زنان فهمانده شده است که در حالت دستدرازی چیکار کنند. میخواهم به ساکنان مراجعت کنم. اگر شما شاهد چنین حادثه شدید باید تا حد امکان در تلفن ثبت کنید تا این مشکل از بین برده شود. دستدرازی به دختران در نقلیات نه تنها مشکل پایتخت قرقیزستان است. مسافربرها در خط‌سیرهای بین شهری هم برای زنان جای امن نیستند. بنا به آمار معمولترین نوع تبعیض یا دستدرازی در بین ازدحام آدم‌ها و ناعیان دست رسیدن به بدن زن است. اکثر جبردیده‌ها نابالغانند. در حالتهای خیلی کم از دختران جبردیده حمایت شده است و برای این کار قریب کسی هم جزا نگرفته است. روسیه احتمال بر اساس قانون نو این کشور درباره منع فیلتر شکن‌ها یا VPN دسترسی به ویکی‌پدیا را هم محدود کند. در این باره معاون رئیس کمیته دوم دولتی روسیه در امور سیاست اطلاعاتی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطات آنتون گاریلکین در کانال خود در پیامک رسانی تلگرام خبر داده است. با گفته او در انسیکلوپدیای اینترنتی درباره خدمات VPN مطلبی هست که بر راسکامنادزور امکان می‌دهد آن را مسدود کند. گاریلکین نوشته که سبب‌های دیگری بستن ویکی‌پدیا نیز وجود دارد و برای بستن ویکی‌پدیا زمینه‌های قانونی علیه وجود دارند. در روسیه از 1 مارس قانون به اجرا درآمد که راسکامنادزور بر اساس آن می‌تواند نه تنها نصب VPN بلکه دعوت به استفاده آن را نیز محدود کند. دادگاه عالی آمریکا قرار برآورد که دونالد ترامپ می‌تواند در انتخابات مقدماتی پرزیدنتی در ایالات متحده شرکت کند. قبلا دادگاه ایالت کالرادا ترامپ را از حق شرکت در انتخابات محروم کرده بود. دلیل دادگاه کالرادا این بود که دونالد ترامپ در حمله طرفدارانش به بنای کنگره در سال 2021 دست داشت. اما دادگاه عالی آمریکا این قرار را بیکار کرد و اکنون دونالد ترامپ حق دارد در دور مقدماتی انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا شرکت کند. این قرار در حال صادر می شود که روز 5 مارس در 15 ایالات آمریکا و همچنین جزیره‌های ساموآ آوازدهی برگزار و اسم نامزدهای اساسی انتخابات از حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه معلوم می شود. جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه تلاش دارند نامزد انتخابات پرزیدنتی شوند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 مارس را فرا می‌گیرد. 5 марти соли 1953 дар синни 74 солагӣ диктатор Иосиф Сталин даргузашт ки дар 29 соли ҳукуматаш дар Иттиҳоди Шӯравӣ як низоми саркӯбгарӣ ҷорӣ намуд ва миллионҳо нафар асосан зиёёну рӯшанфикрон, сармоядорону деҳқонон, мунаққидону озодандешонро зиндонӣ ва бадарға кард. тарафдоронаш ӯро барои ба қавли онҳо пирӯзии Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон ситоиш мекунанд. дар тоҷикистон ҳам дар давраи Сталин ҳазорҳо нафар асосан рӯшанфикрону сиёсатмадорон қурбонии таъқиботи сталинӣ шуданд. пас аз як давраи маҳкумият дар русияи путинӣ Сталин дигар бора ба симои мусбат табдил дода мешавад.
5 марти соли 2019 бо қарори додгоҳе дар шаҳри Тошкент духтари калонии президенти собиқи Узбекистон Гулнора Каримова ба зиндон интиқол дода шуд. То он замон ӯ 4 сол дар ҳабси хонагӣ буд. Каримоваро дар гирифтани ришваҳои махсусан калон аз ширкатҳои хориҷӣ гунаҳгор карданд. Гулнора Каримоваро ки замоне вориси падар дар тахти президентӣ мегуфтанд, соли 2020 ба 13 солу 4 моҳи иловагии ҳабс маҳкум карданд. 5 марти соли 2015 дар шаҳри Истанбул Умарали Қувватов, муассиси гурӯҳи 24, як созмони мамнӯъ дар Тоҷикистон, ба қатл расид. Барои қатли ӯ гурӯҳи шаҳрвандони Тоҷикистон гунаҳгор шуданд, ки ба қавли созмонҳои ҳомии ҳуқуқ бо дастури мақомот дар Душанбе ин кушторро анҷом доданд. қатли Қувватов мудҳиштарин намунаи таъқиби мунаққидони ҳукумати Тоҷикистон дар хориҷа номида мешавад. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 119 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی.mobi پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.